اگر همه چیز را خریدن میشد، برای مادرم کمی جوانی میخریدم، برای پدرم نیروی دوباره و برای خودم خنده های کودکی. درود تماشابینان عزیز، برنامه کودکی خوراکپز منظور شما و عین حال ما را انیسه 10 ساله به خونه‌اش دعوت کرده است و ما به خانه او می رویم. با ما باشید. انیسه بهری‌دینова 1 август سال 2011 در شهر خوجند در عائله کارگر به دنیا آمده است. عین حال در مکتب 6 شهر خوجند تحصیل دارد. انیسه فرزند خرده خانه بوده، به فن متماتیک شوق زیاد دارد. او در همه کار به مادرش کمک می‌رساند و همچنین به آشپزی نیز شوق زیاد دارد. حالا یک چند نمود خوراک را می‌تواند مستقلانه آماده نماید. راستی حالا ما به نقلیات وارد شدیم ولی فراموش کردیم از انیسه خان پرسان شویم که سراغشون در کجا بود. اما حالا ما زنگ میزنیم و از او پرسان میشویم. الو، سلام انیسه. انیسه چه خیر شما؟ انیسه ما به نزدتون اومده ایستادیم، ما فراموش کردیم که سراغتون در کجا بود. خوب میلش. خوب. شما با پیشوازگیری ما برآمده؟ چه خیر شما؟ نقص؟ کجا میریم؟ خب انیسه ما چی آماده میکنیم؟ ما قوچه قندی مهرانه آماده میکنیم. خب برای ما چی لازم است؟ کدام محصولاتا؟ ما اول سسیل را میگیریم. ما از چی آغاز میکنیم؟ بعد تخم را شکسته. یعنی اول از تخم آغاز میکنیم. کدام محصولاتا برای ما لازم است؟ شکر، شیر، آرد، ونیلین. بعد اگر آماده شود به بالاش هر دوی همین را میکنیم. از چی آغاز میکنیم؟ تخم؟ اول 2 تا تخم را میاندازیم، بعد دویم تخم را هم میاندازیم. این خوراک را از کی آموخته؟ به من مادرم یاد داده. انیسه خان صنف چند میخونید؟ 3 ب. چند؟ 3. صنف 3. کدام فنها را بسیار دوست می‌دارید؟ متماتیکا. با بهای چند میخونید در مکتب؟ 5. بله. از همه فنها 5 میگیری؟ بله. یک بار 2 گرفته بودی که از کدام فن بود؟ متماتیکا. برای متماتیکا 2 گرفته بوده. کودکان را دوست می‌دارند زیرا میگویند حرف راست را از کودک پرس. بعد ما 12 قاشق شکر میاندازیم. یعنی شکر را ما آمیخته میکنیم. بله. این خوراک را از کی آموختید؟ مادرم. مادرتون چی کار میکند؟ دختر هستم. شما در کدام مکتب میخونید؟ مکتب 6. مکتب 6. انیسه خان برای چی آدم ها به مکتب میروند به فکرت؟ برای آنکه درس میآموزند. مکتب نباشد نمیتوانند درس آموختن؟ میتوانند. بعد برای چی مکتب؟ برای آنکه ما در آنجا خوندن را یاد میگیریم، نوشتن را. یعنی مکتب نباشد ما خوندن را یاد نمیگیریم؟ بله. خوب. در آینده چی شدن میخوایی انیسه؟ در آینده من دکتر شدن میخوام. دکتر برای چی دکتر؟ برای آنکه مشکل بیماران. نیست؟ نه. خب بازی چی کار میکنه؟ بعد ما 12 قاشق شیر را میاندازیم. انیسه به فکرت زندگی چی است؟ زندگی این داد خداوند است.
آدم با فکرت برای چی به دنیا می آید؟ برای آنکه کسب آموختن را عائله برپا کردن را به دنیا می برای آید. چی عائله برپا میکنند؟ برای آنکه آنها خوشبخت میشن، فرزنددار میشن. حاضر ما شیر رو علاوه کردیم. بله. یعنی عائله نباشد آدم خوشبخت شدن نمیتونه؟ نه. یعنی وقتی که آدم عائله دار می شود بعد خوشبخت می شود. بله. بعد ما آرد می اندازیم. یعنی ما آرد را علاوه میکنیم. خب چند قاشق؟ 12 قاشق. ما 12 قاشق آرد را علاوه میکنیم. بله. خب انیسه حاضر چی کار میکنیم؟ بعد ما همش رو آمیخته میکنیم. به فکرت آدم تا وقتی که عائله دار نشود خوشبخت نمیشود. بله. بعد از اون که عائله دار میشود بعد خوشبخت میشه. یعنی عائله گفته چی را در نظر داره؟ عائله گفته ما در نظر داریم که آنها خوشبختند، پدر و یعنی مادر کی؟ میشوند. پدر و مادر. چی کار میکنیم حاضر؟ لبخند رو میخته میکنیم؟ بله. و انیسه خود در کودکی چی رو دوست میداشته؟ من در کودکیم بازی کردن رو دوست می‌داشتم. کدام بازی؟ روش و تیز گویک، چیستان گویک را. حفظ بیان کنم. با کی بازی میکردید؟ با دودر. با دادره هایت؟ دادرهایت یکم بعضی بار با دوگانه های. دادرهایت را یکم بار جنگ کردن؟ بله. برای چی؟ نمیدونم اینش. من بعضی شوخی میکردم بعضی نه. یعنی برای شوخیه دادرهایت را جنگ کردن؟ بله. بعد ما اول ونین را انیسه کلان شدن میخواهی؟ بله. برای چی؟ برای آنکه به پدر و مادرم به کشور ما خدمت میکنم. حاضر چی؟ حاضر من خوردم. خود بعد نمیتواند خدمت کردن؟ من اینش رو چی نمیدونم. خدمت میکنی با پدر و مادرت؟ به کارهایشون یاری میدهم. کدام خوراک نقض میبینی بسیار؟ من بسیار خوراک مستاورم. در آینده بوی شدن میخواهی؟ بله. چی خیلی؟ من میخواهم به همه یاری میدهم. چی خیلی یوری؟ به کلانسالان اگر در دستشون باری وزبین باشد تا خانهشون بوده میمانند. باز چی کاره دوست میداره؟ روی پوچین را همه چیز را پخت و پز را. پخت و پز رو دوست میداره؟ بله. در آینده آشپز شدن میخواهی؟ بله من آشپزی را دست میبرم. ما به این میکنم. انیسه با کی بازی میکنید؟ با دکانه هایم. با پسرها بازی میکنید؟ با دادرم بازی میکنم. در مکتب چی؟ در مکتبم با دکانه هایم. با پسرها بازی کردن رو دوست میدارید یا با دخترها؟ بعضی با هم صنفانم بازی میکنم.
چیکار میکنیم؟ با کی مکتب میرود؟ مکتب با همراه کی میرود؟ بعضی خودم بعضی با خودم. شد؟ انیسا کدوم نمودهای بازی را دوست می‌دارد؟ همه‌اش رو. بسیار بازی میکند؟ بله. بازی ما چیکار میکنیم؟ ما حاضر این را به تفتان میمانیم. کودک در عالم بازی است. بازی کاری است، مشغولیتی است. هر یک پدر و مادر و آموزگار میباید کودک را با بازی تربیت نمود. خوب انیسا خان، و غیر از خوراکپزی باز چیکار کردن میتوانید؟ رو بچین را میتونم. دختم را. سرود خواندن میتوانید؟ رقص چی؟ بله. و خوب نباشد حاضر برای ما یک رقص رو نشان میدی. برای ما و تماشابینان یک رقص رو نشان میدهید. بله. مرحبا. Yar yar yari mane, 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 yar yar yari mane. Sari koyat davidam, tu ra dar khanda didam, guli shadi bichidam. حکمت جهانی به آب حیات نباشد به عشق زندگانی میدانم از جوانی یک حکمت جهانی به آب حیات نباشد به عشق زندگانی یاری منه یاری منه یاری منه یاری منه بعد ما و باباش چی میمونه؟ ساخن پودره. انیسا با فکر دودما به پول زندگی کرده میتوانن؟ نه. برای چی؟ پول برای چی در کار؟ به پول زندگانی کردن نمیشه. برای چی؟ به پول ما هیچ چیز خریدن نمیتوانیم. تنها زندگی کرده میتوانه؟ نه. کلان شوی چی؟ انیسا چند تا برادر داره؟ 3 کدومش تو را بسیارتر ناز میبیند؟ از این مکان. برای چی؟ باید به من چیز رو خریده میتونم.
نیو با تو چیز میخرد تو رو بسیارتر دوست میداری. بعضی مرا میزن. برای چی میزنند؟ بسیار دختر شوخ هستی ها؟ نه. بعد برای چی؟ من نمیدونم برای چی میزنم. اگه بار قدشون بازی کردی؟ بله. چی بازی؟ روشنک. اگه بار تو را داشتن؟ نه. وقتی که از مکان در پیش منم اکام مرا داشتن. بترسن چی؟ نه. اکام به من یوره میزن. ازش کار میکنه؟ بعد ما به بالاش این مربا رو میمونه. برای چی ما مربا را میمونه؟ باز برای بامزه شدن؟ بله. نیسا پدر چی کار میکند؟ پدری من سراینده هستن. سرود میخوند؟ بعضی هم میخونن. کجا با کار میکند؟ کارش مینوازن. اگه بار در خونه مینوازد؟ نه. اگه بار نگفته که پدر سرود خوند؟ خب انیسا خوراک ما آماده شد. بله. اکنون ما چیکار میکنیم؟ اکنون ما کد را گرفته میبریم. حاضر. اکنون ما مزهش رو میچشیم. بله. خب میبینیم که با مزه شده است. خب واقعا هم خیلی با مزه شده است. ما باوری داریم که در آینده قدم‌های بهتری میشوه. اکنون این افتخارنامه آماده شده است از جانب تلویزیون تنین که ما آن را به انیسه میسپاریم. و انیسه ما باوری داریم که در آینده کدبانوی بهتری میشوه. تعلیم کودکان نه تنها دادن دانش بلکه تشکل ملکه و مهارت، قابلیت فکری، انکشاف قابلیت فکری و جستجوی چیزهای نو به نو می باشد. مقصد برنامه ما نیز سهم گذاشتن به تشکل ملکه و مهارت کودکان شماست. اگر شما می خواهید که کودکان شما در برنامه ما اشتراک کنند، رقم هایی که زیر آینه نیلگون نوشته شده است با ما در تماس باشید. برنامه کودک خوراکپز اینجا به فرجا می رسد. انیسه خیر. هر سال 20 ایول روز جهانی تورت جشن گرفته می شود. کپکیک به معنای اصلی تورت در پیاله ترجمه می شود. این شیرینی همچون نسخه خرد شیرینی های معمولی تهیه شده است و اگر شما نخواهید که تورت کلون خرید اما در حقیقت می خواهید که آن را بخورید، پس شما می توانید خود را با کیک دوست داشته خود محدود نمایید. گذشتگان باستانی ما نان مدور را از هر دو جانب همچون تورت پخته می شماریدند. بله، در عصرهای میانه آنها نیز از چنین نازکی شاد بودند. بار اول یک تورت زادروز تنها سال 1785 پیشکش شده بود. در اول گوشت یک جزء حتمی نسخه اروپایی تورت به حساب می رفت، علل خصوص در فرانسه. طبق قاعده ها تورت عروسی باید سفید باشد زیرا آن رمز بیگناهی به حساب می رود، اما حالا این قاعده را خیلی کم آدمان رعایت می کنند. تورت کلون با مساحت 244 متر مربع در ایتالیا ساخته شده است. آن در خریطه در شکل خود کشور بود و وزنش بیش از 1 تن را تشکیل میداد. نخستین تورت را یک نانپزی انگلیسی ایجاد کرد
кардааст. ин шоҳкора аз ҷониби яке аз гунбазҳои калисо илҳом гирифта шудааст. арзиши торт қиматтар аз 1.5 миллион доллар мебошад. баландии он ҳамагӣ 20 сантиметр буд, аммо қариб тамоми рӯи онро алмосҳои воқеӣ пӯшонида буданд ва онҳо тақрибан 1 моҳ торти олиҷаноб мепухтанд. аслан дар ҳамаи пирогҳо аз тухм, шакар, орд, равған ва шир истифода мебаранд. тарихи торт дар ҳама давлатҳо гуногунанд. инҳоянд чанд далелҳои ҷолиб. қиматтарин тортро ки синаш аз 100 гузаштааст, як фермер дар Африқои ҷанубӣ дар болохона пайдо кардааст. торт барои тӯи тиллоӣ соли 1902 пухта шуда буд, аммо бо сабабҳои номаълум онро истеъмол накарданд. бо сабаби зиёд шудани консентрация дар маҳсулоти орд, он торт то имрӯз боқӣ мондааст. дар Фаронса онҳое ки мехоҳанд ошпази қаннот шаванд, ҷиддан нақшакашӣ, ороишӣ, наққошӣ ва моделисозиро меомӯзанд. зеро торт на танҳо шириниҳо, балки қисми асосии ҷашн аст ва барои сохтани он маҳорати зиёд лозим меояд.